این صدای چی است؟ این صدای خوراک است کو؟ از غیب صدا شنیده ای صدای مراد؟ خوب کن. کی است در آن حجره؟ این کی باشد آخر؟ شوکت نازیه جان نکو به قرار به چیکار میکنی؟ شوکت نازیه جان ببین حالا هم نازیه میگوید. شوکت بیدار شو. نازیه جان پشتم کم ترک مساج که پشتم دار کدیسته. شوکت بیدار شو. لا حول ولا قوة الا بالله. تو بی عقلی بودم ایخی بیدار میکنی. شوکت تو اینجا چیکار میکنی؟ کانی تیلا کفته استه بودم. بدبخت خواب بودم. کوری نمیبینی؟ خواب بود است. تو چخیل به این خانه در آمدی؟ شکافی درکتی. یا خدایا دولین پس شده. چی شد حیران شدی ها؟ ما این اصولای درکشویی را ای برادر ما کلتکیلس آموخته. حالا هم کلتکیلس میگوید. کنی خیز رو از اینجا زود. ای مرک اکو خونه و در تا ای دیوان تا خورده من بدبخت. آسیا و بنابت ایازی کارو دمو میغلطه. به خاطر یک دوست داشته برادری را فراموش کرده استه. چی ها میگویی؟ چی خیل دوست داشته؟ زینب دوست داشته نیسته؟ زینب؟ ها این خیل نگو شوکت. دختری بیچاره از پشتم میدود که این برای من مقرری است. این مقرری است دختری بیچاره میدود. گویا دوستش نمیداری ها؟ شوکت میدونی که مگر من با جز زهرا هیچ کس رو دوست نمیدارم. حالی بگو زهرا رو دوست میداری؟ خدا رحمت کنه زهرا را. من سری خوابم بگیرم میخیزم میرم. چیکار کرده ایستاده ای تو؟ بخیز. اگر تو را اینجا ببینن چی فکر میکنند؟ چی فکر میکنن؟ میگن در خانه برادرش کلتکیلس خوابه تموم. برادرم کیلس گفته ایستاده ای کو؟ دیوانه از من دور شو. دیگر چی میخواهی؟ تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. هر بیشه گمان مبر که خالیست این کیلس بودن این تو را بجز شوکت کسی نداند. نه خورترین توکل رو هم نکن. فهمیدی؟ پلیس فکر میکند که کمیسر اونل را من کشتم. اگر فهمن که من کلتکیلس هستم من را به حبس میپرتویند. فهمیدی؟ برای همین از من دور میگردی شوکت. دور نمیگردم. تا جان در بدن دارم گیزی تو میگردم. یک حیات میگی دور بگرد. یک وقت امامی ساخته شدی شوکت دایما دور بگرد. معلمی ساخته شدی شوکت دایما دور بگرد. حاضر کمیسر شدی شوکت دور بگرد. دور نمیگردم. میستم جمته اینجا میستم. نه من با تو کاری ندارم. به این هم کمیسر زبید نسبت من شبهه دارد. دیگر توکل کرده نمیتوانم. شد از تریزای پشت برآمده رو. خیز زود باش. این مرا هر یک خانه پیش کردگن که خانه تو چیه؟ زود باش. خوردم خانه تا. یک بار دیگه من حیات دارم پیش تو بیام. بوی لباس را بیهوده آوردم. بین باز جزدانش رو هم آورده است. در رسانه خواب میکنم پیش تو نمر سرخم نمیکنم. بینم زود باش. حالی به من کلرده شوم. حیوان دیگر با من زنگ نزن. ابرگم شو شاد ندارم. آخر من از این دردی سر خلاص نمیشده باشم. یا خدایا یا رسول خدا. با خیر از هجری چقدر سراستی هستی؟ خانه‌دار میشوم مراد، خانه‌دار میشوم. خانه‌دار میشوی؟ بسیار خوب، مبارکت باشد. رحمت خدا از تو راضی باشد. نهایت پدر و مادری سنم قبول کردند. تنها باید پدر و مادری خودم رو راضی کنم. اوه میشود قبول میکند اگر طرف دختر قبول کرده باشد. حل از کار. ان شاء الله مراده.
агар волидонамро розӣ карда натавонам, дигар падару модари санам барои хозгории санам иҷозат намедиҳанд. барои ҳамин бояд волидонамро розӣ кунам Мурод. дуо кун ки волидонам қабул кунанд Мурод. иншоалло ҳиҷрӣ, иншоалло. бо амри худо ҳамаш хуб мешавад, фаҳмидӣ? ту бисёр фикрашро накун. хайр, рӯз ба хайр. Мурод, як чизро пурсам мегӯям. медонӣ дишаб санам барои ман хавотир шуда ба ту занг задааст. ту бошӣ гуфтае ки ҳиҷриро дар роҳ дида бо ӯ суҳбат кардем. аммо ман ба ёд надорам ки дирӯз бо ту вохӯрда бошем Мурод. бале, санам занг зада хавотир буд. ман бошам барои ором шуданаш ин хел гуфтам. ин кӯмаки туро чӣ хел бармегардонам комиссар Мурод? баъдан бармегардони ҷанговар. чӣ хеле набошад зуд во мехӯрем. гуфтӣ ки зуд во мехӯрем Мурод. бо ин гапа чӣ гуфтан мехостӣ? медонам ҳиҷрӣ, ту фикр дорӣ ки чаро туро ба полис надодам, вале инро ҳаргиз ба ту намегӯям. ба ту гуфта наметавонам ки домрозиё ҳастам. чеҳраи маро дидаӣ Мурод? ҳиҷрӣ буданамро фаҳмидӣ, барои ҳамин ба ман ёрӣ медиҳӣ ё ин ки танҳо ба ҷанговар кӯмак мекунӣ? ба хайр аст? ба фикр фурӯ рафтӣ? ҳа, бале ҳамин хел. охир ман дишаб ба хона дер омадам. як масъалаи муҳиме буд. чӣ масъала буд ҳиҷрӣ? мо барои чӣ ҳастем агар ягон ёрӣ ба ту лозим бошад? не Мурод, масъаларо ҳал кардем. хуб, тамом. хайр, дар амони худо бош. майлаш раҳмат. саломат бош. майли, худо нигаҳбон. раҳмат. ҷанговар, ту ҳам мисли ман ҳастӣ шогирди азизам. кори ҳарду ҳамон душвор аст ҳиҷрӣ. ҳамкор, ҷой кор биё ки мудир пурсидестай. мудир? ӯ боз додувой мекунад. ҷанговарро дастгир накардем ку. аниқ сарзаниш мекунад. марда як амалиёти муҳима барои ми пурсидестай, тезтар биё. чӣ? амалиёт? чӣ хел амалиёт? аз куҷо медонам аз кадом музеи асарҳои тарихиро дузидане? тезтар бихе биё худат мефаҳмӣ. рабудани асари тарихӣ? шуд. тамом ҳамкор, меоям. хайр. асарҳои тарихӣ гуфт калтакилас? кӯбирем яке ягон чи насиби мо мешавад? бузурге гуфтааст бани одам аъзои якдигар аст, лекин бикӯи дар дарунаш як хеле шеринар аст. акай аду бадбахташ бепадар аст. шавкати бехона имшаб дар бадар аст. намешава, гуфтам намешава. تو خودت فهمیدی چی میگویی؟ من خانه او برای خودگاری دخترش نمیرم. ای پدر دخترشان رو میدهند، چرا شما نمیخواهید؟ خوابت نخواهنتم با کار نمورم. ای مادر، اقلا شما یگان چیز گویید؟ آخر یک بار اگر رفته سنم رو خودگاری میکنید کار تمام؟ آخی بچم خیل نگو تو. آخه گواره بخش کردگی قطیش. آخر مادر چه خیل گواره بخش؟ دایم همین رو بهانه میکنید. آخر دخترشان رو با من میدهند، شما رفته تنها خودگاری میکنید تمام کار. تو چه خیل مرا گذاشته دیگر کس رو انتخاب میکنی ها؟ من اون انتخاب کردت رو گرفته زیر پایم مجق میکنم. ای اوچا بابا، از برای خدا گوش کنید. اگر سنم رو رفته خودگاری نکنید دیگر دخترشان رو با من نمیدهند. آخر چرا این خیل میکنید؟ چرا مرا نمیفهمید؟ شما نمیخواهید که من خوشبخت شوم؟ نمیرم، گفتم نمیرم. چی شما مرا مجبور کردید؟ نمیرم. وی بچه، من او دختر همچون کلم قبول کردن نمیتونم. چند بار گفتم چی من نمیفهمی ها؟ این کارتان گناه است میدانید؟ توبه. یا خدایا. بفرمایید نوشی جان. مرحمت گیرید. استاد، اگر یگون بچه عروس ما گپ تیه باید من چیکار کنم؟ باز میپرسی مگر؟
хаврашро меканӣ? устод, ин чашмтанг арӯз тия гап додистай. чӣ гуфта истодаи ту, а? ҳеҷ кас ба дӯстдоштаи ман гул дода наметавонад. мелис, ин аблаҳ туро нороҳат мекунад? камол, ҳеҷ кас маро нороҳат намекунад. лутфан девонагӣ накун. ин аҳмақ шуморо нороҳат мекунад хонум. ту чӣ гуфта истодаӣ? ягон ҷанозахона файрод ки ози устод қаврира мекунад. ман устодам қотил нашуда ёрии таъҷилиро ҷеғ занем. мелис, ту ба як канор бирав. ба ягон каноре намеравам камол, фаҳмидӣ? намехоҳам ки ин ҷо биҷангӣ, рав дар дигар ҷо биҷанг. бе ин ҳам ин ҷаноб маро нороҳат накардааст. ин ҷо танҳо ту маро нороҳат мекунӣ. хонум мелис, фаҳмидам. ин аҳмақ шуморо вақти зиёд аст ки нороҳат мекунад. шумо парвон накунед, ман ҷазояшро медиҳам. ту ҷазои киро медиҳӣ лаънатӣ? ту қувваи як мушти маро надорӣ. бисёр воҳима накун. ин чӣ аст? воҳ, айкунфам доштайку? айкидо се. карате ҳафтум. оҳо, ай бой бесправила ҳам доштасти? бо чӣ намуд дора? ин одам ҳамаи чизро доштаст. ин мошини одамкушӣ будааст. чӣ шуд? тарсидӣ камол? чаро ман аз ин сертификатҳои ту метарсидам? бас кунӣ, аз рафтат маълум аст ки сахт тарсидаӣ. боз воима мекунӣ, а? хонум мелис, ин аблаҳ розанам? ту киро мезанӣ, а? ба полис занг занем ё ба ёрии таъҷилӣ? барои ба ёрии таъҷилӣ занг задан вақт надорем. иҷозат намедиҳем ки устодамон мурад. устод, устод, ҷанг накунӣ, бояд зинда монем. мо ба ҷои ту меҷангем устод. ту чӣ хеле устод ҳастӣ, ҳа? худат метарсии шогирдонатро бо ман ҷанг меандозӣ, ҳа? раҳо кунед кани. не устод, ин одам ба қувватай мумкина ки ра бикша. бас кунед, сар диҳед. як тараф истед. эво техникаи кунфу. эво приёми панда. охир лутфан хоҳиш мекунам камолро накушед, илтимос. хоҳиши шумо бар ин як духтар барои ман мисли амр аст. дар ҳаққи ӯ дуо кун. намекушам туро, вале камтар латукуб мекунам. ҷаноб хуб ҳастед. ҷаноб хуб ҳастед. ҷаноб хуб ҳастед. устод, ин фаташо будааку? боз ман фикр кардам ки ҳақиқӣ аст. хуб ҳастед? мелис ҷон, ин аблаҳро гузору рафта ба ман як чойи кабуди талх биёр. ту чой кабуд мехоҳӣ ҷонам? ҳозир меорам, мунтазир шав. ана ба ту чой кабуд. устод, хуб ҳастӣ? хубӣ, созӣ? устод? камол. дар куҷо ҳастам ман? шумо ки ҳастед, а? маюм шогирдат макс. е ман дар куҷоам? ин духтар ки аст? дар даста чаро сковородка аст? сари ман чаро дард мекунад? ба сарам ту задӣ магар? камол, ту духтар гуфтӣ? ман мелис ҳастам. мелис ҳастам. мелис ки аст? устод, бачаҳо, устод паме чай даст дод. ия бояд зуд беморхона барем. рафтем устод. раҳо кунед, раҳо кунед охир.
بیا. ممکنه که گذرت شنید. گوش کن مراد، از پس نفرانی هستیم که اثرهای تاریخی را دزدیدند ولی تا حاضر آشکارا نشدند. وظیفه ما این انگشتریه که از دوران بیزنس مانده است از دست آنها گرفته به آثارخانه باید گذاریم. برای همین آنها را باید در بالای جنایت دستگیر نماییم. مراد، تو نقش شخصی ثروتمنده که این انگشتری را از آنها خریداری میکند بازی میکنی. ما همراه زبید تو را از نزدیک نظارت میکنیم. در بدنت یک اسبابی خردی گوش کنی میگذاریم. تو مرا فهمیدی؟ اطاعت سردارم. جنگاور را از دست دادید. اگر این بار هم خطا کنید نمیبخشم. فهمیدم سردارم. تمام. تو هم فهمیدی؟ فهمیدم. من بردکم رسم بته بینم کو. اوف، هجری کجا شد آخر؟ یا اینکه دیگر نمی آید؟ کنی هجری زودتر بیا، من راز این عذاب نجات بده آخر. میخواهم تکبیریان حسیبداری با لذت تو را بخورم. آن خوراکی در نزد بوده رو میخوری، همین خیلی قادر همش رو بخور. بیهوده هیچ هوس نخور. پدر و مادر آن مؤذن برای خواستگاری دختری من نمی آیند، خودت میبینی. اومد هجری؟ کجا شده هجری؟ زود یک تخم بیریانی با حسیب آماده کن بخوریم. چه خیلی تخم بیریان با حسیب پدر جانه؟ هجری نه اومده است، شاید خسته شده باشد. بیا کمی بنشین راحت شو، بعد میپزی تخم رو. خوب بیا بنشین. خوش هجری؟ والدین تو ساعت چند می آیند؟ بله هجری جان، خانواده تو ساعت چند برای خواستگاری من می آیند؟ هجری؟ یا اینکه خانواده تو برای خواستگاری من نمی آیند؟ من چی گفته بودم؟ آنها نمی آیند. این گپ راست است؟ نمی آیند مگر؟ او چی خیلی نمی آینده؟ نه این چیکار است؟ چیکار است؟ ما دخترم رو میدیم آنها باشن اقلا به خواستگاری نمیاد. اوا رو بین. پدر جان، شما راضی شده بودید که ما خانه‌دار شویم. پدر و مادر من آمدنی نیستند. نمیشود به آنها دخترتان رو دید؟ این مؤذن چی گفته ایستاده است؟ یعنی ما دخترمون رو میدیم و والدینت به خواستگاری دخترمون نمی آیند؟ همین خیل قادر در عمرم این خیل پس خودم رو حس نکرده بودم. من اصلا طاقت شنیدن این رو ندارم. چه علاقه دارد مادر جان؟ به این هم هجری با خواهش خودش در خانه ما نمی ایستد مگر؟ اویله او نگوید هم چی می شود که ما کیها بزرزیم؟ سفسطه نگو دخترم، مگر این خیل کار می شود؟ پدر جان، التماس با این مادرم یگان چیز بگو، او رو راضی کن. بس هست آخر؟ من هجری رو دوست می دارم. هم تو نبره‌دار شدن نمی خواهی مگر؟ البته می خواهم دخترم، ولی مادرت نمی شود. این خیل کار نمی شود. اگر آنها آمده دخترم رو خواستگاری نکنند اینطوری برپا نمی شود. این رو دانستمانید. این آخران سخنم است. پدر جان، التماس یگان کار کن، او رو راضی کن. آخر هجری به تو نگفته بودم که آیلت رو راضی کنه؟ نگفتم مگر؟ هجری جان، التماس آیلت رو راضی بکن. دیگر راهی نداریم که خانه دار شویم. کنی خیس، زود رو. میدونم که تو میتوانی. من به تو باوری دارم. عشقم بخیس. تمام سنم. مایلش پدر جان، من حاضر رفته یک بار دیگر صحبت میکنم با آنها. رو. بیرو، بعدا تو بیرونی با حسیب رو میخوریم. بیرو.
کار باید فایده کلان به دست بیاره. اگر با فایز گیشینش نگاه کنیم بسیار خوب است. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. من مجید هستم. رفی. خوشحال شدم. من هم خیلی شاد شدم. خوشحال شدم. چیه باشه اینجا؟ این چمدان چیه؟ یکی در درونش $1,000,000 این چی خیلی عملیات باشه؟ یگان اونتاش با دوزدوی تاریخی مانندی ندارن؟ این کلتکیل از با چه نقشه داره؟ بدبخت به این هم این سهر ایخونش گشنه سرم کرد. گشنه اشیدم که جلوکم ای گشنگی را رو دومو حلقه دیسته. یعنی یک کلکسی بسیار پرغناوتی دارد ها جناب مجید؟ بله همین خیل، ولی در کلکسیا یک نورسوگی هست. انگشترین خانم بیزنس تئادورا نمی رسد. رفی جان، جناب مجید بسیار شخص ذوق بلند داشته نیست مادر؟ راست بگوی زنک جان، با فکرم مشتری که جستجو داشتیم پیدا کردیم. تشکر میکنم، بسیار نازک هستید. اجازت باشد انگشترین را دیده میتوانم؟ پول را هم آوردم. یا خدای جناب مجید، شما فکر کردید که ما اون چیزی پر ارزش رو به اینجا میاریم؟ به این هم ما از کجا میدونیم که پلیس هستید؟ پلیس گفتید؟ بسیار میخندونه جنابی رفیق. پلیس هستید؟ سردارم با فکرم فهمیدند. آخر مراد این وظیفه رو برباد میدهد. این وظیفه رو با من باید میدادید. ما اکتیوری تمام کردگیم. پروانه کن، آرام باش. مراد این کار را حل میکند. بله جنابی رفیق، من پلیس هستم. حتی در برم تجهیزات گوشکنک هم دارم. در آن ماشینی در بیرون بوده گروهی پلیس ها هستند. کمتر پس شما را دستگیر میکنند. سردارم وای دیوانه چیکار کرده شده است؟ مراد تو چیکار میکنی ها؟ یا خدایا جنابی رفیق، مرا به خنده آوردید. شوخی کردم، آرام باشید، به خود بیایید. رفی جان، از ترسقری میمردم به خدا. جناب مجید خیلی شوخ بوده است، همین خیلی نه؟ راست بگوی زنک جان، مرا هم بسیار ترسم کرد که دلم از کار میموند. سردارم مرادم دانشکده صنعت تمام کردگه، نه که زور بازی کرده. مراد تو هم انایی نیستی ها؟ توبه. شما بسیار شوخ بوده جناب مجید، ولی دیگر با من این خیلی شوخی ها نکنید لطفا، خواهش میکنم. شد تمام، قبول میدهم، دیگر نمیکنم. جناب رفیق، ارزشش چنده نباشد، آن انگشترین را در حقیقت گرفتن میخواهم. گوش کنید جناب مجید، ما پیش از همه میخواهیم که باوری حاصل نماییم. مشتریمون به این اثر پرارزش ارزنده است یا نه؟ پول برای ما مهم نیست. ما صنعت و صنعتکارها را احترام میکنیم. همینطور نه زنک جان؟ چی گفتن میخواهید؟ یعنی پیش از همه ما میخواهیم که شما رو شناسیم. ما کسی رو که نمیشناسیم کار نمیکنیم. این بدبخت ها چی کوکه دیستن؟ این جنگلموی که باشه؟ باشه هیچ خیلی عملیات باشه؟ جلوت کمای گوشنگی را سوخته ایسته؟ میریم حسابی برادرمون شکم از سیر میکنیم. سلام علیکم. چه برات سازی تنجی؟ شوکت. سومان ممنون شدم. شوکتم جنگلمو ای دست درست که بیاخل. ممنونم. یه بچه چوکدی سازی. من نفهمیدم چی به مرا اخبار واسه دارین؟ روم جزیره؟ ای بچه همون منو را بیار کو ببینم چی دارین؟ تست کوکی گوش نیوم. شوکت، تو اینجا چیکار میکنی ها؟
یکی این به من مراد گوید چی؟ آنها وضعیت را میفهمند. ای وای، اگر کیلس گوید چی؟ کی هست آخر این شفقت عملیات را برباد میدهد؟ وای بدبخت یک دیوانه محلمونه. در اینجا چیکار میکنه؟ شوکت بیرو آخر از اینجا، همه را برباد میدهی تو. بیرو. یگان جا نمیرم. توش کم سیر نکنم، یگان جا نمیرم. فهمیدی؟ باز کیلس نگویی بی عقل. کیلس برادری را فراموش نکن. یا که پول دارم گفته مرا بولشون میدونی. باز مراد هم نگویی. خاموش باش، گپ نزن. بامبر به همی حالا با بدیلی خودش که کمی سرای شیمو کستون شبین میگه که کیسش پری پوله، نگه در کیسش یتی نداره. جناب مجید جناب شفقت رفیقتون میشود. مجیدش کیه؟ یک دقیقه جناب رفیق. جناب شوکت با من درباره زمین گپ زده بودیم. او برای زمین 10 میلیون دلار پیشنهاد کرده بود، ولی من 15 میلیون دلار خواسته بودم. سودای ما نشده بود. فکر میکنم که جناب شوکت به گپی من آمد. ایت 15 میلیون امون 15 سن بده یگان چی بخرم. جناب شوکت آنجا صحبت میکنیم. البته چی منه جناب مجید بای. با اجازه شما من زود میایم. 15 میلیون رو. چی گپ است اینجا؟ نمیدونم این آدم از کجا پیدا شد؟ این مرد شبهناک است. چی شد زبید؟ سردارم هیچ چیز رو نمیفهمم. بی عقل همه چیز رو برباد میدهی. ای تخیت چی بدی اونگی اندوخته؟ بی عقل یا طرف بی مجیدش کیه؟ ای چی گپه؟ اون نمیتو کلتگی. خب کن. یگان چیز فهمیدی؟ همین نوشنیکا پخست دارن، هیچی رو نمیفهمی. خاموش. بازنامه مرا کلا بدیل از خون. بازنامه مرا کلتا کلاس نگویی. در کیسم گوش کنک است. پلیس ها مرا گوش کرده ایستادن. ای بخدو قریب من ترا کلتا کلاس. چی گفته ایستادند آنها؟ یه جنگیلمو درمو نوشنیک تو چی آوازی که بیاد در نوشنیک من امو آواز میاد. ایت پخست کرده من پخست میکنه. های مراد را از آن دیوانه خلاص کرده زود باید به میز برگردد. تمام همه فهمیدم. زود دو شو از اینجا رو بکنون. تمام کمیسرم بخشش زیاد که خطاگی کردم نفهمیدم. گوشامو میکشم دیگه خطاگی نمیکنم. دو شو. توکل به خدا کمیسر. رو زود رو از اینجا. дугонаҳо бом баро мекафонам омода бошед. бо як одам шинос шудам. ҳаёти маро наҷот дод. ӯро бояд бинед. бисёр зебо аст. номаш мурод аст. комиссар мурод. ки будааст вай одам? ман мехоҳам бинам. яъне ба наздикӣ шинос мешавед. мебинем чӣ мешавад. بخشش مسئله زمین را با وی جناب حل کردیم. با 15 میلیون دلار راضی شدیم. بیایید سری مسئله می آییم. زینب شوکت چه زینب؟ شوکت بخیر است. چیکار میکنی در اینجا زینب؟ تو در اینجا اونو میگشتی کو؟ یا اینکه به نزد برادرم خوراک خوری اومدی ها؟ برادرت؟ برادرم گفته
یعنی در این دنیای فانی همه برادریم که میگوین مومن برادر مومن است. برای همین گفتم. کمیسر مراد را در نظر داشتم. مراد گفتی؟ بله. من چرا با او خوراک میخوردم؟ یا خدایا، تو دوست داشته او نیستی؟ دوست داشته؟ از کجا برآوردی این گپ رو شوکت؟ بشوخی نیستی؟ البته که نیستم. یا خدایا، این خیلی نگفت به من کو. با تو چی گفته بود که؟ مده گفت که زینب بسیار رشک میکنه، اخیر ای دسته او میگریزم میرم ایجا. مراد گفت. مراد گفت. با تو گفت؟ مده گفت. در باره من گفت؟ در باره تو گفت. اگر تو کمیسر باشی در کجا است حاضر؟ در چورای چلیشش بگرد آشخانه کارون داشتگه. زینب درون کارون نره بو، امروز سانیتر ندینه محکمه گل بوتا بره. ما چی گفتی اسلام؟ ایوه هیچ گب نه، بازی برادرم زینب توی می اندازه. شوکت تو بز نبودی که؟ ایه تشکری زیاد. سلامت باشید. مگر او کمیسر مراد نیست؟ در حقیقت بچه زیبا بوده است. دخترها شما روید، من کمی پس می آیم. مایلش. جناب مجید بسیار آدمی ثروتمند هستید، از این کار حالتون معلوم است، ولی ما هم بعضی شرط ها داریم. چه خیل شرط ها؟ جنابی مراد، این خیلی سورپریزی زیبا. سلام جنابی مراد. این عملیات محو شد. عملیات نه برباد دادی به شرم. مراد نام قبلی هم است، مراد مجید. دوستان مرا مراد میگویند، ولی در کارنامه مجید را استفاده میبرم. خانم عالم یاردمچی من است. با ژاپنی ها ملاقات مهمی داشت ولی نمیدونستم که اینجا هستند. این عالم ببی است. عالمش کی است؟ سردار نو با محله ما اومده است، در کاشانه حسن کار میکنند. دختر بیشرم است. من محله شما را عملیات را انشالله محو نمیکند. کنی مراد یگان کار کن. خانم عالم ملاقات چخیل گذشت؟ ژاپنی ها با سازشنامه امضا گذاشتند؟ جنابی مراد من بله البته با ژاپنی ها سازش کردن بسیار دشوار است. خیر وای با فکرم در آفیس کار زیاد داری، تو بیرو، من می آیم. خانم عالم در یک ملاقاتی مهمی هستم، خواهش میکنم ما را مشغول نکنید، روید. خب جنابی مراد، روزتون بخیر. روز بخیر. روز بخیر. خلاص شد. شکت زبان. معذرت میخواهم جناب رفیع، صحبتمان تمام موند. درباره چی میگفتید؟ گفتید بعضی شرط هایی داریم. جناب مراد، جناب مجید، از همه شرط مهممون این است که ما با شخص مجرد نمیفروشیم. چخیل نفهمیدم. یعنی اگر آیله دار نباشید ما با شما آن انگشترین رو فروخته نمیتوانیم. این مسئله به خانه‌دار بودن چه علاقه‌ای دارد؟ گوش کنید جناب مجید، شاید ما آدمانی باشیم که اثرهای تاریخی رو دزدی کنیم، ولی آیله‌داری رو خیلی ارج میگذاریم. صنعت تنها در آیله خوب نگاه داشته می شود. همین خیلی جانم. درست قد کردید زنک جان، ما با شخصی که آیله دار نیست همکاری نمیکنیم. وای عملیات برباد رفت سردار. مراد خانه‌دار نیست. خدا لعنت کند معلومات رو پر نگرفتیم، وگرنه برای مراد یک زنی ساخته پیدا میکردیم. سردارم در کاشا یگون کس بفرستیم. کی رو میفرستیم بی عقل؟ این رو ببین. او اینجاست؟ کی اینجا هست؟ این خیل خودت رو بنادونی نزن. کی می شود دیگر؟ مراد. مراد در درون است، ولی یک ملاقات مهمی داشته است. نمیخواهد که او را ناراحت کنند. حاضر من به او روزش را نشان میدهم. مشغول است میگویم.
جناب مجید شما اویله دارید؟ وای بله. چرا در انگشتتان انگشتری نیست؟ انگشترین؟ من و همسرم انگشتری نمیگردونیم. با همسرتان شناس شدن میخواهیم جناب مجید. مایلش البته میشود. کی ما رو با همسرتان شناس میکنید؟ وای وقتی ما با شما انگشترین رو نمیفروشیم، چون که ما رو تنها با مردان اویله‌دار میفروشیم. وای همسری من به خارجه رفته است. این خیر باشد عذر جناب مجید. وقتی که همسرتون از خارجه برگشت بعد به ما زنگ زنید. میرویم. یک دقیقه جناب رفی. خانم سومان به کجا میروید آخر؟ حاضر روزت رو میبینی. آدمی به شرم. به همه گفتی که زینب از پسی من میدود. تو رو میکشم ابله. جواب همه این دروغگویی هایت رو میدهی. کی هست این زن؟ سردارم با فکرم این زینب است. زینبش کی است؟ زینب عروسی ماه. التماسی کارانه که مراد. التماس میکنه مراد نکن. با تو چیکار میکند مراد؟ نه پر سردارم. چی شد آخر؟ چرا گپ نمیزنی؟ زبانت رو خوردی؟ زنک جون تو کی از خارجه برگشتی ها؟ چی؟ زنک جان گفت من میدونستی که بدبخت زینب ای خود کردنیه. گفتم که حاضر میکنه در حق من میکنه. اگر نمیکرد چرمان در بلا گرفتار میشد. یعنی گوی چی میخواهی زبید؟ مراد این را نباید به من میکرد سردارم. این را نباید در حق من میکرد. این بچه دایم همین خیل میکند. ایستا چیکار میکنی؟ در رو ببند زود. سردار پیش را بنگی من وقتی مو بدبخت حساب من برابر کنم. 100 بار میگم زینب من دوست میدارم من میگیرمش. من میگم من دور میبینم با کفایم میرم. من میرم میکشم. سردار تو را دست بند میکنم زبید. بجای چین سلاحت را گذار. دستم رو سرده. ولی زنک جان من تو را بسیار یاد کردم. دیوانه هستی تو. دستم رو سرده. رفیق جان سرده. چقدر شیرین جنگ کرده استودن مثل گذشته ما همینطور میجونم. بله مثل سالهای جوانی خودمان بودن. دیوانه هستی تو آخر. دستم رو سر بده. زینب ما حاضر در عملیات هستیم. سردار امنیت و زبید در ماشین در بیرون بوده منتظر خودمان است. اینها باشند دزد اثری تاریخی هستند. چی؟ بله من از آنها انگشترین دزدیده را باید گیرم. در نقش ثروتمند هستم. چی خیل؟ اینها انگشترین را در حال میفروشند که من خانه‌دار باشم. یعنی باید همسرم شوی نمیفهمی؟ اصلا اگر همسرم نشوی عملیات برباد میرود. اینها را دستگیر و انگشترین را بازپس باید گیریم. با من چی آخر؟ با من چی؟ نه زینب جان نه. اگر زن نمیشوی زن میگیرم ما. زبید دیوانه مراد فرصتی خوبی پیدا کرد. حاضر همش را حل میکند. نه سردارم نه. من با این هر کسی اجازت نمیدم. آخر ما قطع زینب لیلی و مجنون هستیم. نمی خیلی هستیم. نکی نامرد مراد در بین ما میداره. گیلی ما را زندگی خنک نکنه کلی روسیا. گویا من بسیار میخوام که شوهری تو باشم. نمیفهمی مگر مسئله حیات ممات است. من هرگز همسری تو نمیشوم. زینب گوش کن. اگر همسرم نشوی برای مانع عدالت شدن دستگیرت میکنم. آخر کافی است. اینقدر صحبت‌هایتان شد فهمیدیم که یکدیگرتان رو بسیار یاد کرده اید. خانم سومن راست میگوید زنک جان. شناس میکنم. همسرم زینب. من سومن. از شناسایی شدم. من هم. من باشم رفی. شاد شدم. خانم ما با همسر شما یک ملاقات کاری میکردیم ولی خواستیم که با شما هم شناس شویم. اگر خواهید امشب به خانه شما میآییم باز به ما کلکسیاتون رو نشان میدهید. از تشریف شما خوشحال میشویم. همین خیل نیست زنک جان؟ بله مردک جان. این خیل باشد امشب
ما میخوریم؟ تا بازدید. اوف، جانمان خلاص شد به خدا. امشب در خوراک به خودت یگان نفری دیگر رو بیاب. زینب، چون این رفتار نکن. باید در عملیات همسرم باشی. اگر مرم هم همسریتون نمیشوم. زینب، التماس همسری من شو. چرا خاموشی؟ جونکم. خانم زینب، لطفاً تا وقتی که این عملیات تمام شود همسری مراد شوید. شما از من چه خواستنتون رو میفهمید جنابی مدیر؟ اگر دروغ هم باشد هرگز همسر این آدم نمیشوم. این یک ابله هست. چرا این خیل میگوید جناب مجید؟ سرم ویران شده است. و جناب مراد چی شده است؟ آخر او با آداب، زیبا، جنتلمن و یکی از بهترین کمیسرهای تشکیلاتمان است. تشکر زیاد سردارم. ای جنگیلمون، نمیفهمی همین زینب روزی نیست. تو چی مجبورش میکنی؟ میبخشی کل یک کارو میکنی که آدم قهرش میکنه. زبای پسرم چی ها میگویی؟ گوش کن، تا وقتی که عملیات تمام نشود اینها باید زن و شوهر باشند. همه دختران نمیفورد. تو چی مجبورش میکنی سردارم؟ زبای به سرت چی شده است؟ خانم زینب، همچون یک شهروند قرضی وطنداریتان را نشون دهید. یعنی جناب مدیر، میدانستم که به وطنتان خدمت میکنید خانم زینب. تشکری زیاد. خوراک شام را در خانه پدری تو در قصر میخوریم. باید با آنها نشان دهیم که مراد بسیار ثروتمند است. سردارم باشد، دلی من ثروتمند است. همین عملیات چی به در خانه ما میگذرونی؟ ای سردارم در این خنکی و اولاد ما را بیرون میکنین چه خیل میشود؟ یگان خانه ایگا بیاوین خیر نشید. اگر آخر خانه را یک ساعت خالی میکنی، مگر یگان تو یا خورسندی نیست که همشان به اونجا روند؟ یک ساعت نمیدونم به می کاراتون سر مدر گرفت. به خدا هیچ نمیفورم. من با آدم های در آثارخانه بوده صحبت کرده، کلیت چرا حل میکنم. اکنون چی کار میکنم؟ خیر، میرویم زنک جان. برای خوراک شام باید آمادگی بینیم. مراد جان، اگر یک باری دیگر زنک جان بگویی پایت رو میشکنم. روزی مراد از سری تیر میکنم. زینب، چی میگویی همکار؟ بین من و زنم نداره. بدبخت بین حالم زنم میگه. همین خیل نیست؟ تو زن من نیستی مگر؟ مراد در عصبم رسیدیم دیگه خدمت داشتن نمیشون. چیکار میکنه داخل؟ یک بار که در پیش من بگیریم میپرونم. گفتم اکای کنان، اکا کنان، اکا کنی گپ بزن. آخر قربانی چشمانه چاوم مگر برای یک دختر مهر زده؟ سلام علیکم. و علیکم سلام. در کجا میگردی تو؟ همینجایم کو؟ اینجایم. جورا، همین اکای کنان از صبح تا حاضر گپ نمیزند. تک نمیگوید. چه خیلی گپ نمیزند؟ اکای کنان؟ سلام علیکم اکا. اکا؟ برای چی گپ نمیزند؟ سایرمی دیوانه اکای کنان رو پسند نکرده است. اکای کنان باشد روزه گپ نزدن رو سر کرده است. голодовка اعلام کرده. روزه گپ نزدن. اما روزه گپ نزدن با روسی голодовка میشود. این بدبخت روزه رمضان رو نمیگیره. این چه روزه بو؟ من از کجا میدونم آخر؟ این آدم همکنون روزه رو میدارد. آدمایی که گرسنه نشینی اعلان میکنن شوکت میدونه چه خیلی به گپشون دراره جوره. ای کنانی دیوانه، اتخذت کی سایره می دیوانه تو را نگاه میکده. در آینه یک بار خطا نگاه کن. افتابومی رنگ قدم قربانی. شوکت بشین.
хатами қурбон аллергия дاره шуморам. шавкатшо баҷоят бишин. ҳозир ҳардуямонро мекушад. хомӯши қурбони чашмонат. сами медони иҷа чӣ гапа ҷура? дар ҳақиқат бовар кардам ки акаи канон гӯшнашинӣ эълон карда. гӯшна буд, агар не мара мекушд. худоро шукр. мӯи танам сихест. о алейкум салом ҳиҷрӣ. биё ҳиҷриҷон инҷа бишин. ҳиҷрӣ хуш омадӣ. чӣ хабаро ҳиҷрӣ? ҳиҷрӣ дар вақташ омадӣ, бовар кун. чӣ кор кардӣ ҳиҷрӣ? обо ин ҳам рӯзаи ношунавоиро сар карда бошад. анаҳа ҳиҷрӣ? о ҳиҷрӣ, ҳиҷрӣ, хайри аз рӯза шак шуд. ака шумо маро гуфтед? ин аз толка ди гап задастем. чӣ шудааст, бахайр аст? ту ҳам мисли акаи канон мотам дорӣ? напурс акай шавкат, напурс. охир хонаводаи санамро розӣ кардам, вале хонагиҳои мо ҳеҷ розӣ намешаванд. охир ман ин хел хонадор намешавам. сари қок мондам. биёмон ҳиҷрӣ, аз барои худо беҳудагӯӣ накун. хонагоҳи духтар розӣ боша, хонагоҳи худтона чӣ кор мекунӣ? хонадор шудан гир. акай шавкат намешавад. модари санам мегӯяд ки агар волидонат ба хостгории санам наоянд, духтарамро ба ту намедиҳам асло. хонагоҳи шумо ки хостгорӣ наранд, ин айби мо нест ҳиҷрибек. чикал ба хостгорӣ намераванд? чӣ нигоҳ ака, гап задӣ ку ба худо моро тарсондӣ. ба фикрам давлени акаи шавкат паст шуде. ҷин бизанад канон, дар дирни мо ҷин дуровардӣ ку. чӣ хел хонаводаи ту барои хостгории санам намераванд? хонаводаи ту ба хостгории санам мераванд. сайрави девона бошад, азмон мешавад. охир акай канон кор чӣ хел мешавад? инҷоро хонаи ақди никоҳ мекунем. беҳтарин фикр. чӣ хел беҳтарин фикр самир? ту ягон чӣ фаҳмидӣ? ман нафаҳмидам. санам ва ҳиҷрӣ шӯъбаи ақди никоҳи ҷавонон. чӣ хел шуда? беҳтарин. ин ақлро бина. худоё, илтимос ба камолам чизе нашавад. охир ман ба сараш он қадар сахт назада будам ку. ҳамин хел не гурбача? камолам дар куҷо ҳастӣ? камол хуб ҳастӣ? бисёр бахшиш мепурсам, аз ростӣ ман ба сарат сахт заданӣ набудам. ё худоё, ин ки аст бачо? хайринро фаҳмидему. шумо ки ҳастед? аз куҷоед? устод. не, магар ӯ ҳофизаашро аз даст додааст? напурса паймелис. духтур гуфт ки то як вақти муайян сарш ба ҷош меяд. яда ҳафта пас соз мешудад. аммо устодмон 3 соли охирша ба ёд оварда наметавонад. чӣ? 3 сол? камол, илтимос маро ба ёд биёр лутфан. бахшишу, маҷбур нестам ки туро ба хотир орам. ки ҳастӣ ту? камол, ман мелис, дӯст доштаат. дӯст доштаи ман? бачо ин чӣ мегӯяд? рост мегӯяд? бас кунеде. куҷо инро дӯст медоштам? ба ман маъқул нест охир. маро гӯш кун. ҳофизаат гум шудааст, чӣ шудааст намедонам, вале маро шарманда накун камол. мехоҳӣ боз насарат занам? ту чӣ хел духтари часпак будаӣ? биёед меравем. ё худоё. камол, ту маро фаромӯш карда наметавонӣ. мардуми зебои маҳаллаи мо, як қарсак. офарин.
بهترین. امروز اینجا برای برپا نمودن توی برادری عزیزم هجری و دختری هم خدمتم سنم جمع آمدیم. مقصدم به نزد پدر و مادر هجری رفته آنها را راضی کنیم که به خواستگاری سنم روم. باز یک قرصک. به حاضر همراهی وکیلانمان که انتخابش کرده ایم همه یک جایه شده راست به خانه جناب سعدی رفته او را راضی میکنانیم. رفیقان چی کار کردنتون رو میدونید؟ یا خدایا. جنابی کنان تو چی کار میکنی؟ چی کار کردم؟ حاضر اینها رو سیر می دیوانه شنود میدونی چی میشود؟ چی میشود آخر؟ هممون رو میکشد. اگر کشد کشتن گیرد. همتون رو میپرونم. اکنون همتون میمیرید. همتون مرا فهمیدید. دخترم با خود بیا چی کار میکنی؟ اکا خوبترش تو گب نزن. یا توبه. کنی اون رو به زمین پرت و ابله. مرا پران. تو یک طرفیست. هجری اینجا بیا. اینجا بیا میگویم. اخیر تو رو میکشم. کنی اینجا بیا. یا پینها نشم. خبردار نمیشم. هجری تو خاطر نشو همه شام بشود. خدا که هجری هیچ چیز نمیشود. نترسید نترسید. انا همین که آفرین انا همین که شادی کنید ایستد. کنعان برادرم انشاءالله این سیرمی دیوانه باز به سرمان یکم بلای دیگر نمی آرد. هیچ گپ نیست هیچ چیز نمی شود نترسید. جناب سعدی چی جمع شدن اینجا؟ چی گپی؟ یا که خواستگاری آمدن؟ در این خانه من دختری ندارم که برای شما بودم. دختر را بعدا خواستگاری میکنیم. اول کاری هجری برادرمان را حل کنیم. ببین همه این محله جمع شده است. هجری و سنم میخواهند که خاندار شوند. تو امروزی شو ما رفته آن دختر را خواستگاری کنیم. آخر او به هنر موافق بچه من است. شما چیکار دارین؟ تو برادرم دیوانه هستی؟ نمیخوایی که پسرت خوشبخت شود؟ چه خیلی تو آدم هستی؟ پدر و مادری دختر راضی است. تو چی میخوایی؟ نمیرم گفتم نمیرم. کسی میخواد رفته خواستگاری کردن گیره. آخر به امر خدا و گفته پیغمبر خواستگاری میکنیم. دیوانه هست چی هست آخر؟ تو چه خیلی آدمی یک رو بوده ای؟ مثل گوسفند برین یک روی. کی رو گوسفند گفت؟ یک سویست. او بیست بچم او بیست دختر. شما چی گپ رو نمیفهمید؟ باید که همتون رو پرونم. سیرمی دیوانه این نباید شما رو نمیپرونم. منتظر شوید. گرید بومبا گریزه. کنونی دیوانه کاری که با تو دخل ندارد میکنی. کاری خودت را بکن. هجری را خاندار کنه بعداً با او تو هم خاندار میشوه. تو چی ها میگویی دیوانه؟ کاری گم شو از اینجا.
جانم برای تو یک چای کبوتی تلخ دم کنم ها؟ برای حافظه بسیار فایده داشته است. کنی تو یک سوی است. آخر رو اکم رو چیکار کرد؟ اکا جان مرا به یاد داری؟ تو این درجه نه خواهر جانم. تنها در 3 سال اخیر چیزهای نولازمه رو به یاد ندارم. اکا جانم آخر ملیسو چیکار کردی کمال رو؟ همه چی را فراموش کرده است. یگان چیزی در خاطر نداره. من تنها با سکاورودکا این خیلی آهسته به سرش زدن خواستم. از کجا میدانستم که حافظه‌اش گم میشود؟ اکنون چیکار میکنه ملیسا؟ وای دکتر گفت که در مدتی کوتاه حافظه‌اش به جایش برمیگشته است. خواطر نشو زوبای، تنها یک سکاورودکا بود. توبه ملیس جان یک را باید حافظه این بچه به جایش برنگرده نه؟ این گو نباشه که بکشیم بفروشیمش. یک آدم کلون است. اینا کی نگاه بین میکنه؟ ای زوبای انشالله حافظه‌اش بر نمیگردد و دیگر دخترم را ناراحت نمیکند. دیگر کار ندارم که باز دختر شما را ناراحت میکردم. اکا پروا نکن. خوب شد که حافظه هم گم شده است. قسم میخورم که مادر این از خودش دلگیرتر است. گفته های او را بودی نه؟ باورم نمی آید. بی تربیه. کمال بچه با معرفت باشه. مرحمت نوش جان کنید. رحمت سلامت باشید. مرحمت. زنک جون برای من هم یک چای نمیاری؟ اوخیر تو چرا مرا زنک جون میگویم؟ برای عادت کردن زبانمون زنک جون وظیفه‌مون رو خوب اجرا کنیم. با فکرم تو هم زبانت رو به مردک جان گفتن عادت کنانی خوب است. از اونی که تو رو مردک جان دیگه مردنم بهتر است. من هم بسیار میخواهم که با تو خانه‌دار شوم. به عقل و به فراست هستم که با تو خانه‌دار میشوم. تو شوهرت رو در 1 سال کسلی دل کرده میکشی. البته که میکشم. این کار را بینه باز خانه‌داری ساخته دارم. نصیب را بین باز با این دختری بیشرم. آه زهرا تو را بسیار یاد کردم. با تو حتی خانه‌داری ساخته امان بسیار خوب بود. باز خانه‌داری ساخته و خیر باز با این بی‌حیو. زیا خوب است که تو این رو نمیبینی وگرنه این آدم رو زنده نمیموندی. سازی ایختک با چیکو کدی دختره؟ با تو چی؟ حالا هم نمیدونه که بین زن و شوهر نباید درایی؟ وجدانش تانیم سر تا قاق میتراشم شرمنده ده دنیا میشه. چیکار میکنم هجری؟ مادرم میگوید اگر به خواستگاری نآیم تو را به هجری هرگز نمیدیم. والدانم به خواستگاری سلام نمیرویم میگویند. یا خدایا تو ما را یاری کن. این دو بندت را با هم رسان خدای من. آمین یا رب دعایم را قبول کن. آمین. بیا. اگر من غالب شوم به خواستگاری سنم می آید. اگر مغلوب شوم آماده پسرت را میگیری. شاهد میدی؟ گوش که در این محله کسی نیست که مرا مغلوب کنه. این خیلیش اولیه و چش تولد چیدگی نیست. زریکا ساز قب بگوتی تو چکیل قبم. اگر این روی کل نداری پرتوته نمیشود. نغمه نکن میگم ساز پرتو. زریکا ساز پرتو. دو یک. همه را میزنم با همین یک. دو شش. در جانب زنی. دو شش. با همه میوینه که او رنگی من بازی کردن نمیتونن. شد. در بازی خوب هستی ولی تو را دیگر ارتش امریکا هم نجات داده نمیتواند. هیچ میگن؟ 5 و 3. دوستاش تا با هم میرسند. 6 4 4 و 6 6 و 5 پرتو. 2 و 2. بازی تمام شده ایستاده است. اینها رو همچون دارو صبح و شام یک تا میکنی سعدی جان.
چی شد؟ دوستان آره بازی هم تمام شد. ولی سعدی جان کرته تو دریده هست چی؟ چیه کجا؟ انا این روز زیر کشت بگیر تا کرته دریده رو پوشانه. انا همین کل دوستان بگو همراه خانم آسیه آید منتظریم. چی با؟ با خوشگاری دخترم آید. نمی آیم. و شرط همی بود که بازی را باید دادی آخر. تو حیله‌گری کردی زری که اینه خیلی پرتفتی. من در حیاتم مثل تو بوز یک رو را ندیدم تا حال. چخیل آدمی کل غفص هستی. نفی چخیل آدمی بیفهم هستی ها؟ خارج که دیسته هستی ها؟ دختر تا خوزگاری نمیرم گفتم دیگه دهن در گب اومد گفتن بگیره ها؟ با کی گفته استادایی تو؟ تو نگفتم چی نمیشه؟ چه نه سنم و هجری را خودم خانه دار میکنم. تو را گوشم نمیکنم. نه چل خانه دار میکنی؟ اگر ما خوزگاری نریم زنی تی را چل قبول میکنه ها؟ اگر لازم شود از چمن جدا میشوم آنها را خانه دار میکنم. فهمیدی؟ انا این را یک روی میگویم طلاق میکنم. قادر با خانم چمن سنک جان تو کی را طلاق میکنی؟